بیا تا گل برافشانیم می در ساغر اندازیم در چمن تا رخت ناز آنقدر دل جو می کشد در وصفیان شیرین سخنه روحی روانم الله کردم این که تو دل کندی از من سراغی وای خود رفته صدای فورم و جذاب و چهره گرم و صمیمی این بانوی هنر برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی عزیز و گرامی است. او را نسل کلانسال کشور با احترام بر نوآپا می گفتند و از شنیدن صدای فورمش همه ذوق می برند. بهترین سراینده شش مقام خان اعتراف شده است و متخصصان می گویند که هنوز نظیرش پیدا نشده است. برنای سوق و توانست که قله بلندی هنر مقام سرای را فتح کند و فلک را به سیر اندیشه بیاره و با صدایش با هنرش توانست که در شش مقام انقلاب کرده باشد. یکی از بزرگترین اختران صنعتی حافظی تاجیکستان می باشند و سعی اون کس برای انکشاف و ترقی دادن شش مقام به همتاست. آوازی که خداوند به برنایتی بخشیده بود این یک آواز ناتکرار نهایت زیبا. برای خواندن سرودهای شش مقام حقیقتاً برنای ساخت انقلاب کردند. سرودهایی که از همون اثرهای شش مقام خواندن هر یک سرودشان دل و دیده مردم به جا شد. نهایت غزل درک میکردن، موسیقی به همون متن پیوند کرده، گزارش های زیبا، ناله های زیبا و بهترین صدا و بهترین درد شش مقامه و مردم معلمه عزیز شادروان برنای ساخت دادند و خدمت های خیلی زیاد به شش مقام تاجیک از طرف معلمه عزیز خدمتگزاری شده است. برنا اسحاقова سال 1927 در اویلای هنرمند به دنیا آمده است. به تاجیکستان با دعوت پسرعمکش نیریو امینوف آمده زیر سرپرستی بزرگترین هنرمندان و نواشناسان تاجیک به کمال رسیده است. در انسامبل مقامخوانان کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت نموده در دانشکده هنرهای زیبایی به نام میرزا ترسوزاده و دانشجویان نازکای مقام سرایی را آموزانیده است. نصراللهی، تلقین اوزال، عراقی بخارا، بباکچه، نوروزی صبا، سراخبار آرامیجان، اشاق از جمله اثرهایی بودند که برنا را برناتر کردند. همزمان در اجرای برنای ساقوا از اثرهای آهنگسازان زیادالله شهیدی، فضل‌الدین شهابوف، دمیر دوست محمدوف، خیرالله عبداللهیف ترانه‌ها صدا دادند. سال 1966 به عنوان هنرمندی مردمی تاجیکستان و سال 1985 به جایزه دولتی به نام رودکی سزاوار شده است. آخر عمرش را در کشور اسرائیل گذرانیده سال 2001 در همانجا از عالم درگذشت. تا پیدا شدن برنا اسحاقова به صحنه هنر عقیده موجود بود که مقام خوانی کاری زنان نیست. به این معنا که اسرای عصر زنها نمیخواندن، فقط مردها میخواندن. از نقطه نظری دینی هم ممکن نبود. برای همین شش مقام بعد از مثلا سال 24 اگر مختار شده باشیم سال 29 جمهوری شدیم تا اون البته از زنها سرود خواندنش ممکن نبود. از این نقطه نظر برنامه به واسطه آوازخوانی انسامبل شش مقام که بدن
شب و روز کارشان که بود همین خیلی حقیقتا توانستن همین گپ ها را خوانده توانست زنها هم میتواند گفته همین چیز اثبات کرده توانست. من هم بعضی به گفته آنها راضی میشم، زیرا که چون در گذشته پرده مقام با صدای مردانه تولید شده بود، اصلا مردها در بخارا این موسیقی رو میخوندن، این هنر رو ادامه میدادن و آمدن برنا به شش مقام فکر میکنم که همه اندیشه های که زنها باید شش مقام سرا نباشند باطل ساخت و برنا توانست که حتی پایه بلند مردها رو عبور کند و فتح بلند شش مقام رو رسد. من نشنیدم از استادها که اثرهای پیش از زنها شش مقام خوانده باشند. حتی در همین سن خودم هم شش مقام یک دو سرودهایش خواندن که وای تو مقام خوان حساب نمی شود. نبودن از زنها، حتی طایفه زنها مکمل میخواندگی نبودن، چون که پیش وقت مردها بیناشون به زنهای گرفته سرود نمی خوانندن، عادت نبود، محاورت نبود. اکنون ما خود ریسپوبلیک خودم میگیریم. من از سال 40 که همون دوشنبه استقامت داشتم و همونجا ما استادها کتی بودیم، در آن وقت شهاب نبودن، صاحب هم نبودن، بابا کل فیض‌الله هم نبودن، اما مقام کم میدونسته که رفیقا بودن. لیکن از درون زنها این برنا یگانه برآمد، این به صنعتش به باید حقانه بها داد. شبی محبوبا بود زد رسیدن سپرانه لیریکی میگویم از روی ژانر، سپرانه لیریکی آوازشون، لیکن همچنان هم دیاپازونشون وسیع بود که با فکر همین 3 اکتاو تو همین 30 بالای اون کس میگرفتن. همچنان نفیس، همچنان هم زیبا با این بلندی ها میرفتن که این بغیر از اون کس من دیگر حافظان را حاضر به خاطر آورده نمیتوانم که همین قطر استعدادی آوازبری، تکنیکی آوازی اینقدر سیقل همچو شمع من چو پروانه تو را یک دم بگیردی سر پریدن آرزو دارم. برنامه ساقوه با دعوت پسرعمکش آوازخوان معروف نیریو امینوف به دوشنبه آمد و روزگار میمده خیش را با تاجیکستان پیوست. من به تاجیکستان آمدم، یک دختری 24 ساله بودم. به رادیوی تاجیکستان وقتی که من را فرزندی عمیم نیریا امینوف به تاجیکستان از سمرقند دعوت کرده آورده، من بسیار خرسند شدم، چون که من کسمی خودم را بسیار دوست می دارم. من به صنعتم، به حافظی شده نمیتوانستم. اون کس تیز خانه برناپا می آمدن و یک جای مشق می کردن، بسیارتر یک جای مشق می کردن و ما حتی همین خیلی بعضا شوخی می کردیم که اگر این برناپای و اکای نیریا سرودی هندگی خوانن چه خیلی می خواندگی باشن. گفتم ما شوخی ها می کردیم و می خندیدن اون کس. موافق گفته برنامه ساقوه تا با دوشنبه آمدنش درباره صنعت مقامخوانی معلوماتی کافی نداشت. خدمت استادانش را در این سمت نظررس می حسابد. من انیق متأکد هستم که استادانی خوب دیدن برناپا، چی در آوان جوانی و بعد چی در وقت فعالیت مهنتی خود
از استادان زبردست، استادان بهترین زمان دور خودشون هنر آموختند. من اومدم به دوشنبه میگفتن بویی از چشم قم نبرداشته بودم و از این موسیقی چیزی رو نمیدونستم و همین شهابوف سبب شد، همین استاد شهابوف سبب شد که من راهی هنری چشم قم سواری رو پیشه کردم و زندگی خود رو، حیات خود رو، هستی خود رو به چشم قم و این موسیقی تاجیکان بخشیدم. استادانی من شانزاره که شهاب و بابا خودک فیضالله خودی نیریا که اینا بسیار به من چیزای مقام خودشان آموختن به من بسیار دوست داشتم مقام خوانی را. من اول نمیتونستم خوندم، بعد خودم دوست داشتم، از همین ها آموختم، از همین ها یاد گرفتم، من میخواندگی شدم. لیکن به خلق پیش همین معقول شد، هم اینا ثبت کرده به لنتای آواز گرفتن. استادا توانستن همین چیزا خوش رو یاد دهند. برنامه پیما یک بردشان همین که همه استادان احترام کردن، گوش کردن و گفتی استادای کردن بعضی جاها ناله های خودی برمایی. در برابر استعدادی بلند، مهنت و آموزش پی در پی این بانوی هنر را به قله مقصود رساند. بسیار استادانم که بسیار کار کردم در باره خودم. برای ریپرتوارم همه وقت زور می زدم. من وقتی که خانیم به می رفتم، من خوابم نمی برد از غمی همین پگه کی می شد و من باز کی آمده من همین سرودهای چشم قم یاد می گیرم. بسیار هم پرطلب بودن. از بس که خانه اینو اولی کوچه بود، خانه حولی ما آخری کوچه بود. وقتی مکتب رفتن و آمدن از نزد حولی اینو میگذشتیم و همیشه از نزد تریزه های اینها گذشتم و همین از مشقی مقام هایی که برناپا ایجاد میکردن حتما آمده میستاد. نمیدونم 10 بار میخوندن، 100 بار میخوندن، لیکن تو همون نقطه آخرانی همون میلیزمی که در چشم قم در کار است، تو همون پرده نازکترین نیاوند، اون کس مشق خود بس نمیکردن. من هم خیلی بسیار پرطلب بودن این کس و با همین استکارانه خواندنشان این کس یک باره در صنعت چشم قم خوانی جای خود رو یک باره سخت اشغال کردن که یگان کس دیگر استادر استید گفتن نتوانست. میگویند که با شهابوف اونقدر سری تمرین بودند که گاه شهابوف خلاصه مانده می شدن، به خشم می آمدن از کاری زیاد، زیرا که شهابوف در آن زمان گویا 3 وظیفه رو به عهده خود داشتند، هم رهبری چشم قم و هم برنامه‌های تلویزیونی رو بر عهده‌شان بود، هم سرمحرری اداره برنامه موسیقی رادیو و سرور اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستانی بودند. و من فکر میکنم که این موسیقی شفایی است و برای برناتر شدن پیش از همه استعدادی فطری خدادادی او در این سبب شد که
برنو این قله ها رو بگذرد و همه را در حیرت گذارد. نه از چشم خام بلکه از شهیدی، از عبداللهیف، از همدمف، از خود شاه نظرکه، از شهابوف، همینا چیزایی که می نویستند برای آواز من همینا رو هم خوانده و خلق معقول کرده می توانستم. برنو اپای هم سرودهای خلقی می خوندن، سرودهای بستکاران رو می خوندن. در خاطر دارم گلی لاله بسیار سرودی خوشرویشان بود، انتظاری سرودی شکوهی بسیار خوشروی می خوندن با تمامی نفاست همون درد و علمی که انتظار هستند و محبوبشان آمده است. از عجب نیکی بوی کار برآمد. همین قطر همون میلیزمای پست و بلند می فراوردن و همین قطر با درد و علم می خوندن که همین ابراز همین سرود تیار بود. سرودهایش چنان به دل مردم جای گرفته بودند که در تمام معرکه های شادی و غم صدا می دادند. حتی استاد عینی در محفل برنا را لیویچه زنان نام نهاده بود. استاد عینی وقتی که من شانزده رکه حنیف مولانا و همینا ما دچی این کسب استقامت میکردن، دچی سویت وزیران به همونجا منو دعوت کرده بودن. شانزده رکه هم خطیب بودیم. همونجا به من یا دو سه تا سرودی مقام خواندم. در حضور استاد صدرالدین عینی. در حضور استاد. این کس بسیار خرسند شدن. همین خیلی خواندنی من این کس رو مخول شد که همون خودش همون لحظه بگفتن که این کس گفتن از زنها لیویچی زنها این کس همین امروز نامتان گفتن این کس می ارزن. لیویچه یکی از پیشواترین آوازخوان‌های یهودی تبار بخارا که در دربار امیران منقطی بخارا آوازخوانی و هنرنمایی کرده است و لیوی بابا خان در اصلا نامگذاری شده و فکر میکنم که همین ریشه و همین پیوندی با برنا آمد. من چنین اندیشه دارم که برنا با سبکی اندلیبانه خود آمد که تماما مکتب دیگر است. برنا صدای دیگر است، برنا سیمای دیگر است، برنا هنر دیگر است که من نمیتوانم در پایه برنا نه هنری گذشته نه امروزه رو در پایه آوازخوانی هنری برنا بمانم. بابا جان غفوروف بسیار منو حرمت میکردن. وقتی که این کس وفات میکنن زنشان به تعیین میکنن که برنای سخک و хороший певица, пускай она споет что-нибудь траурный, когда я умру, гуфта, همین کس وصیت میکنه. وقتی که با یگان شاعری بزرگ، یگان استادی بزرگی هنر از عالم میگذشت، اون وقتا هم خیلی رسم بود که در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد عینی یا که در تئاتر به نام استاد لاوتی مراسم خیر و خوش میشد. یعنی همون آدمی که از عالم رفته است و مردم با ودا میکردن با اون آدم و البته از دویم آشیانه صدای ششبقام میبرامد، یعنی سرود میخوندن، سرودهای ماتمی و همین خیلی بدرد میخوندن که همین تمام آدمی که همونجا میدر آمد اول که به همون آدم مرحومی که از عالم رفته است مردم اشک میریختن، لیکن باز سرود برنا همه مردم اثری نو گریان میکرد. برنای ساقوه نه تنها آوازخوانی خوش صدا بلکه استادی بزرگی بود. توانست شاگردان زیاده را به وای رساند. هر یک آنها فخر میکنند که محض مکتبی برنا را گذشتند. استودنتان با میگفتم که حاضر دوری شما دوری تکنیکه، اما وقت اونجا به زپسای ما لنتای گوش فانوگرام ها هست، همینه برای از یادتان فراموش نکردن
شما فنگرامای گریتان روی همون کار کنیتان کوشش کنیتان ما هم استاد ما یاد میدادن با خود ما همین فنگرامای گرفته خود ما همین تیار کرده میخواندیم. استاد اصلی نظام گفتن که تو نزدی برنو سوخ میری اون کس تو درس میگن از فن اختصاص شش مقام یاد میتین. بعد من ازی استاد رفتم برنامه ساخت و هنرمندی مردمی جمهوری تویستون. اون کس من دیدن گفتن که بچه‌ام کنی یک تا سرود خون اول تو دویره بودو دویره خودشون آختنه و من خوشینا رو خوندم بود و میزرابی دیگر قانون نی عشقت ساز میکردم نوایی پردهی شوق قد شهناز میکردم. آوازات ناز بچم تربیم بیو بگفتن. با من گفتن که شما شاگرد برنامه ساقوه میشید. این آرزوی دیرینه من بود. بسیار من خرسند شدم. 5 سال شاگردشان بودم. تمامی نازکی‌های 6 مقام با ما یاد دادن. بعد ختم آموزشگاه موسیقی پدرم گفتن که اگر مثال خواندن خود را دوام دادنی باشی و فقط با یک سبب، فقط با یک شرط که اگر تو به مثل برنامه ساخت سرودهای کلاسیک را سرایی. اون کس که بسیار مخلصی همین کس بودن. وقتی به دانشکده هنرهای زیبا داخل شدم من نمیدونستم که استادی من کی میشود. وقتی با ما گفتن که شما چند نفر شاگردای برنامه ساخت میشین و اولین سخنی که من از استادان شنیدم و من گفتن که شما استادتان برنامه ساخت و این برای من همه خیلی خوشبختی بود که فکر میکنم که انا همون فرشته امین کرده بود در سخنهای پدری مهربانم که میخواستن که من شاگردی برنامه باشم. ما از این کس در وقتی دانشجویی می آموختیم سرودهای کلاسیکی رو و وقتی که به خانهشون هم می رفتیم با دف به ما درس می گفتن ضرب‌های کلاسیکی رو با دف می نواختن و به ما درس می گفتن به ما می آموختن. شاگردان می خواندن من فخر می کردم از اینها. اینا می خواندن خودم یاد دادگی بارین جانا بجوز لبانی تو آبی حیات نیست شیرین تر از لبانی تو قند نبات نیست یار من جان فریاده. برنامه ساخت چنان مهنت دوست بود، چنان شاگردان را دوست می داشت که برای سرقل یافتن مهارتشان آنها را به خانه دعوت میکرد و ساعتها همراهشان مشق مینمود. وقتی که من به خانه‌شون میرفتم بسیار وقت ما در آشخانه یگان چی میخوردیم بعد میرفتیم بعد یگان چی میآوردن نخورم اگر زخم میشدن میگفتن که چی این شاگردان من بعد هیچ نخوردم میرفتم یگان افقا تیار میکردن. اون کس از دلی گویا که دانشجویان با خبر بودن و خودشان که به مادر کلان شدگی به دستن در بعد فهمیدن که من هم مادر ندارم با ما را بسیار ارکب میکردن بسیار مهربانی شان حس میکردم همچون مثال مادروار مهربانی میکردن و بعد سرود میآموختن. هفته با یک بار در خودی دانشگاه درس میگفتن ما 2 بار به نزدشون میآمدیم. به نزدشون میآمدیم سرود یاد میدادن هم مثلا مقام اول از مقام‌های خور سرکاری بودیم یاد میدادن و
همین خیلی مهربون بودن که من خودم در حیرت میموندم که اینقدر خاکسور و اینقدر مهربان و اینقدر مادروار هم درس میگوین هم با بعضی وقتا نوازش هم میکردن سری ما نوازش میکردن که بچه هم در زندگی همه کار میشد اگر یکون کمبودی باشد مرحمت گفت هم میگفتن. با وجود سهمی سزاوار داشتن در تربیت شاگردان، نه همه زحمت‌هایش در دانشگاه به اندازه دلخواه قدر می‌شدند. یک دوره های رکود بود که معلومات عالی ندارد، در دانشکده عالی درس دادن حق ندارد. این از این زیاد رکود شدنش ممکن می. وقتی که بهترین استاد همین ساحه حقوق درس دادن ندارد. برای همین هم عنوان پروفسوری به لایق نگرداندن اون کسی. اینا من گفتن که شما موزیکال ابرزوانی ندارید. وقتی ما 6 مقام آموختیم اون وقت فقط از استادا یاد گرفتیم، مکتب نداشت 6 مقام. بعد اینا من گفتن که خیلی ما شما که قبول کردیم اینستیتوت همون ارتیستی خلقی ویتان دکومنتاتان همون خودش شما به دیپلم. من دیگر ها گفتم پیش من در سن شدین و ایستادین، اما من گفتم همه میستم یک جا. اینا من همه که گفته بودم. بعد کرامت و فهمانده داد اینا با که ما به ترغم علیمت گفت سیغم ابرزوانی موزیکالی نداره. و فتح خان مختارم محیدین بوده است و هم ما پروفسور کردیم. من این ترغم علیمت هم پروفسور کردیم. اما برنامه این معابل نیست خیلی معلم گفتن. درسی من با درآمده گوش کردن، از من گپ پرسش کردن. من این کسب گفتم خیلی من گفتم پروفسور نکردم. نوابسته از این برنامه اسحاقова مکتب آموزشی هنرمندان بود. آوازخوانی بی همتا بودن، بسیار زمینی بودن. همچه فرزنده و مادرشان من میدیدم نسبت شوهرشان احترامانه، نسبت همکسبا بسیار یک صمیمی بودن. لحنی بسیار هم زیبایی سرودی اصیلی تاجیکی از برنامه اسحاقova آموختم. و معلمای عزیز به ما همیشه تلقین میکردن که برا خواندن، کلمه واقعا درد داشته، همون کلمه در جاش گذاشته خواندن و همه همین چیزا از معلمه به ما میراث مانده است. طرزی با شاگرد یعنی که معامله کردن، شاگرد رو چطور یاد دادن، برای که وقتی که اگر استاد آواز شیرین داشته باشد، سرود را شیرین خواند، همون شاگردی که کم اگر استعداد داشته باشد تیز قبول میکند و تیزتر یاد میگیرد. در هنر 6 مقام یاد گرفتم. در زندگی باشد خاکساری، آدم دوستی، مهر و محبت. پسرشون بود رافائیل، رنگی پسرشون منو دوست می‌داشتم. اول اینکه خیلی زنی ملایم بودم، در وقتی درس آموزی خیلی سختگیر بودم. اشتراک در سیمپوزیوم های 6 مقام یکی از بهترین لحظه های معرفی 6 مقام سرایی تاجیک بود که به برنامه اسحاقova دست داد. میگویند که با سیمپوزیوم سمرقند رفتم، بزرگترین آوازخوان، بزرگترین مشاقان، بزرگترین مطربان جمهوری همسایه نزد پای برنامه اسحاقova آمده تعظیم کردند. من خود شاهد آن هستم که وقتی که برنامه در صحنه هنرنمایی میکردند، شنوندگان عادی نه، هنرمندان زبردست دنیا نمیدانستند که در وقت سرودسرایی اون کس چخیل از کرسی فرامده در زمین نشستند. از همین خیلی خود اداره کرده نتوانستند، نمیدانستند چیکار کنند، قرصک زنند یا داد گویند، جان گویند. همین چنین یک صدای خوش داشتند برنامه، صدای سحرانگیز. از هندوستان و از قریب تمام مملکت‌های شرق بودن. اونجا برنامه‌تی همراهی دخترشون و همراهی هنرمند مردمی تاجیکستان مستانه ایرگشوا
суруди насри наврӯзи сабои хондан се каса ва авҷаш ва барноити ҳамихи хондан ки он мухлисое ки он ҳунармандое ки асили аз ӯзбекистон буданд дар ҷошо тоқат карда натониста хеста дод гуфтанд аҳсан гуфтанд ҳамихи бузург буданд беҳуда набуд ки дар симпозиуми дуюми байналхалқии соли 1983 яке аз мусиқишиносони маҳшури Тунис баромада гуфт ки Барно булбули шарқ аст. бо тақозои рӯзгор ва исрори аҳли хонавода пеш омад ки тоҷикистонро тарк гӯяд. ӯ намехост аз ин кишвари дӯстдораш равад, вале аз сӯи дигар чун ҳама аҳли хонадон рахти сафар баста буданд, дигар чорае надошт. ин лаҳзаҳо ҳам барои худи Барноапа, ҳам барои ҳамкорону дӯстону шогирдон ва ҳам барои мухлисони сершумораш хеле ҳузнангез буданд. ман хонашон рафта дарс меомӯхтам, суруд меомӯхтам ва рӯзе рафтам ки маълима омодагӣ аз Тоҷикистон рафтан доранд ва ман гуфтам маълима шумо рафтаде? гуфтан ҳоло маълум не ва чизошонро ҷамъ мекарданд анҷомашонро ва ман гуфтам ва ман аз шумо ягон акс надорам, ҳамроҳи шумо ягон сурат нагирифтам, ягон чи барои ёдоварӣ надорам, бо ба наздикӣ ба аёдати падару модарам мерам, чӣ хеле мешавад? гуфтам ва маълима як акси калоне ки дар ҳамон девори хонашон ҳамон хонаро зеб медод, рассом кашидагӣ буд. ту зиқ нашав, намин портрета ман барои ту тӯҳфа мекунам. гуфтан бачашонро гуфтан фуровардан ва дар поём навистан ки ин аз ман ба Лоҳира тӯҳфа ёдоварӣ гуфта навистан. бисёр афсӯс хӯрдам ки ман онҷо рафсодем то вокзолҳое баромада ҳамиқа гиря кардан гарданам бичаспида ки мо шумо борӣ мешем гуфта будем, шумо чӯ моян бай кардед. тамоми шогирдо мо ҳамамон ҷамъ шудем дар ҳамон истгоҳи роҳи оҳан. мутаассифона ягон суратгира наёфтем ки ақаллан акс бардорӣ кунад ки ин гӯё ки мумкин ваи охирин бошад, дидорбинии охирин бошад ки лекин мо ягон аксбардор наёфтем. барои мо фитоҳои худшона, аксҳои худшона ба ёдгор ҳадя медоданд ва ман фикр кардам ки маълимаро дар қаторе вақте гусел кардем, он кас аз дарун гирья мекарданд, ҳамин мо аз биран. ам қатора раҳке шуд, ман оли дарони поезд будам, гирья мекардам. бо манам чӣ кардану гуфтанд ки ман ту ба дуо додагӣ. ман ту ба дуо додам, илоҳӣ я ҳофизи нахс шав гуфтанда ман ба барои устоди азиза мо ҳам барои шогирдо як чӣ гӯям бисёр як муҳити вазбин буд ва мо намехостем ки устод аз ин ҷо раванд. лекин афсӯс зиндагӣ ин хел нобиға рафтанаш, ин хел овозхони олиҷаноб рафтанаш барои мухлисо бисёр вазнин аст. барои худи ҳамон кисам осон набуд. ман гуфтам ки ҷоне ки ман аз Тоҷикистон арз карда рафсодагим не. ман гуфтам Тоҷикистон ҳама вақт ватани ман, ҷони ман. ман фарзандом унҷа калон шуданд, ман худам унҷа ба сабз дидам. мана ҳеҷ кас намедонист, ҳама ҳозир мана медонед, мана шогирдом шумоҳоя ман дида фахр мекунам ҳама вақт. дар кишвари дигар зиндагӣ кунад ҳам ҳамеша ҳушу ёдаш ба Тоҷикистон ва дилаш барои ин сарзамин гум мезад. ёди ин ватан,
یادی صحنه‌های تاجیکستان، یادی مردم مهمون نوازی تاجیک میکرد و هر نفری را که به عیادتش میرفت با عزت و اکرام پیشواز میگرفت. البته من اینجا آمدیم یکون صنعت نیست اینجا، من گندن اینجا هم خلق جایی نغز، خاکی نغز، جایی نغز، لیکن صنعت ندارد اینجا. وقتی که ما رفتیم برنامه پیکم بسیار فهمیده که پیشواز گرفتم فرزندان عزیزشان، صافه خان، آواز خان عالی جناب، پسرشان و همونجا بسیار صحبتی نقش شد. برنامه اسحاق وشتیان خدا رحمتی دیگر مهمانو و استاد جنابی مرادوف از بالا نشستگی همه گردشان با جمعن. بعد من پشتی دیوال سر کردم. شنیدم این که تو رنجیدی از من، عجب نه غایبان نگوی اکنون، ندانم از چی تو دل کندی از من، زیراهی وعده خود رفت بیرون، ندانم از چی تو رنجیدی از من، زیراهی وعده خود رفت بیرون. که همه قرصه زده خیستن و بعد آغوش گرفتن و بوسه کردیم سلام کردیم، همین قدر خرسان شدن. پهلوی تو پیوسته نشینند رقیبان، تا من نتوانم که با پهلوی تو باشم. برنامه اسحاق توانست که فرزندان تربیت نماید که دوستداری واقعی فرهنگ نیاگان ما باشند و آن را پاس دارند. با پهلوی تو باشم. صافیه بدلبوی و از خردسالی همراه مادر سرود میخواند و توانست در رشته آوازخوانی به قطار بهترین هنرمندان شامل شود. ای شاخ گلی تازه منم بلبلین با، مزورم اگر شیفته روی تو باشم، روزی که فلک خواند مرا نام هلالی، آهای آهای میخواست که من مایلی ابروی تو باشم، میخواست که من مایلی ابروی تو باشم. سابق قطار تلویزیون مسئول بخش بایگانی شادیبک اتنبکوف یادآور می شود که در بایگانی تلویزیون نوارها، صحبتها، سرودهای این بانوی هنر موجودند. ولی چون در آغاز نمایش‌ها همه مستقیم و به ثبت جریان می‌گرفتند، فعالیت برنامه اسحاق تا سالهای 70 قرن گذشته روی نوار نآمده است. من اون وقت کارگردان بودم، مستقیما اینا رو دعوت میکردم، مشق میکردیم در استودیو، بعد مستقیما به فیلم برآمدیم و همین کتی بعد سال 67 من همینجا یک دستگاه هست، کادر 3 نام دارد، همین پیدا شد و مشکل آسان کرد و بعد سانی ما اینا رو ثبت کردیم و به خزینه وارد کردیم. در یادم است برنامه به سن 60 در آمدند، در بنای تئاتر لاهوتی 60 سالگی برنامه قید میکردند. اون وقتا تالار و همش مخلصای و شناسای و همشون جمع شدن، همونجا 60 سالگیش گذراندن. بدون برنامه با اونجا شاگردای برنامه هم برآمد میکردن. از زمین چی میجویی و از فلک چی میخوایی، گنبزی تلیس مستانه چادری خیال هستیم، فلک چی میجویی و از فلک چی میخوایی،
گمزی تلیس مستانه چادری خیال استیم مرادم همین یک تاجیکستان برفته فرزندام کتی دخترم صوفه پسرم رفایل با غیر از این موزیکچی های همین جقتی رفته بس می آسمون کف کرده من باید کنسرتیم همه قشادی داشتیم آرزو میکردیم که شاید می اومدم باز یک بار از نزدیک میدیدیم بسیار شاگردان از استادان دعا گرفتگیان من هم از استادم دعا گرفتیم وقتی که می رفتن گفتن که بخت و اقبالی برای همه تو میخوام من میخوام که شما هم با مثل من آوازخوانان و تکراری جمهوری شوین آوازخوانان شوین که برای ملت خود خدمت کنین نه که برای شاگردان همین کسب خود رو البته آموزین اگر شما با شاگردان مثل سرودهایی که من به شما یاد دادم و به یگون کس نآموزید من هیچ وقت راضی نمیشم سبک خواندن برنا اسحاق و مکتب مقامخوانیش نظیر ندارد نابغه‌ای بود که با انقلاب به صنعت تاجیک وارد شد و نام خود را با خدمت‌های ارزنده‌اش ابدی در دل مردم تاجیکستان باقی گذاشت. برنا صدای ملکوتی داشت و مثل افسانه آمد و مثل افسانه از ما رفت. با صدای خود با اسلوب سرود سرایی خود ما تو محبوب میکردند شنونده را و شنونده به اختیار هم پایش فراموش میکرد. یک سرود اون کس رو وقتی که هر یک مخلصی اصیل اون کس گوش میکند تمام غم و درد خود را در زندگی فراموش میکند. کاش روزی رسد که ما هم به همین درجه رسیم که یاد بزرگانمون را من همین قلپاس داریم و از صنعت به نهایت درجه عالی اینها جوانهایی که بسیار چیزها را نمیدانند با خبر کردن. تاجیکستان به ما وطن ما تاجیکستان نان دهن ما آمده به تاجیکستان استادها قطعی سبز دیدیم این قطع نامی بلند به سزاوار شدیم این بود تاجیکستان افتاده بر طرفی چمن افتاده بر طرفی چمن یک جا صبا یک جا خزانه یک جا گلو یک جا سمن یک جا گلو یک جا سمن برخازی آر از برفکن تا عالمی شیدا شود خلق زیرو بعضی زیموی جمعی زلب من از دهان جمعی زلب من از دهان